دارن مقاومت میکنن و فقط یه لبخند میزنن. به خدا من نه قصه خودمو میخورم نه قصه همسرمو. الحمدلله هم جام خیلی امنه، هم سرمایه‌شو دارم، هم همسرم هم تحت تکلف منه. من قصه شرافت و فرهنگ ایرانو دارم میخورم، من جوش اینو دارم میخورم. طرف اومده دم در هیئت نوشته آقا ورود اتباع افغانی ممنوع. مردک هیئت تو اگه امام حسین رو قبول داری، هیئت برای امام حسین مال تو نیست که بخوای گلچین کنی کی بیاد داخل کی نیاد داخل. تو چیکار هستنی آخه؟ آبروی امام حسین رو داری میبری یا آبروی خودت ایرانیو؟ نمیفهمیم داریم چیکار میکنیم. آقا ما با ایران با افغانستان کلی صادرات داریم، از لحاظ ارز و مبادله و کالا داره کلی بینشون انجام میشه. بیشتر از نصف صادرات مشهد میره برای افغانستان. اینا همه فلج میشه این جنگی که را بیفته. به کی داریم صدمه میزنیم؟ یک وطن بودیم الان نصف شدیم داداش من. این وطن نصف شده هر کاری کنی هم یه خورده ما به اونور نیاز داریم هم یه خورده اونور به ما نیاز داره، چون زمان زیادی نشده. 100 و نزدیک 70 سال این دو کشور از هم دیگه جدا شدن. خراسان بزرگ ما نمیتونیم تاریخمون از خودمون جدا کنیم. مولانا رو بدیم بره، خیلی از مشاهیر اون رو باید بدیم بده، همه اینایی که تو کتاب ادبیات فارسی رو خوندی همه اینا رو باید دو دستی تقدیم کنیم بریم بدیم دیگه مال ما نیست، مال افغانستانه. نمیشه آقا. فارسی زبان مگه چند تا کشور هستیم چشم دیدن هم دیگه رو نداریم؟ طرف بچه اومده جلوی دو تا جوون اومدن جلوی یه جوون دیگه رو گرفتن. من 10 بار اومدم کلیپو تا آخر ببینم نتونستم اینم دلشو نداشتم. اومدن گرفتن یه نفر دیگر فقط به خاطر اینکه افغانی کتک زدن. آقا اینجا نقش خانواده، من سگ میگیرم میارم تو خونه تربیتش میکنم به انسان آسیب نزنه. پدر مادر این بچه‌شو تربیت نکردن، تو خیابون میری فقط کسی به خاطر اینکه اهل جای دیگه است نزنی. برای اونا هر روز بیدار شدن یعنی تلاش برای زنده موندن تو این جهانی که براشون جا واقعا تنگ شده. این مردم فراموش شده هر روز برای زنده موندن دارن میجنگن. خیلی ها این وسط تو اوج نامردی دارن غریب کشی میکنن. طرف مستاجر بوده رفته پول رهنش رو نمیدن، نمیدونه اون 100 میلیون 50 میلیون 200 میلیونی که گذاشته پول رهن کل پسندازش همون بوده دیگه. هر چی کار کرده فقط تونسته بوده شکم خودش رو سیر کنه. دست خالی داره برمیگرده کشورش، پول رهنش مونده اینجا. هیچ کی هم نیست، قانون هم پشتشو نمیگیره. بخواد بمونه قانونی هم پیگیری کنه اجازه بهش نمیدن تو این کشور بمونه. به کجا داریم میریم؟ چی بر سر شرافتمون اومده؟ چی شده فکر نمی کنیم؟ چی شده هیجانی داریم تصمیم میگیریم عمل میکنیم؟ مهاجرت دست جمعی مردم یک کشور فقط یه اسباب کشی و جابجایی ساده نیست. دنیایی از رنج و غمه که هیچی اونو متوجه نمیشه. آخه مگه جایگزین کردن ترس و نفرت با همدلی سخته؟ آقا بیاید این یه بار متفاوت باشیم. آقا تو جنگ ایران و عراق بیش از 2000 تا 5000، برای چی میگن 2000 تا 5000 شهید افغانی توی ایران و عراق توی 8 سال دفاع مقدس داشتیم؟ چون اون بندگان خدا حتی همون موقع هم درست سرشماری نشده بودن. یعنی تا 2000 تاش تایید شده که برای ایران شهید شدن، 3000 تای دیگه مشخص نیست. حتی استخوناشون برنگشته. کلی جانباز دادن برای خاک ما دادن. مهاجر بودن اینجا، کشور ما جنگ شده، رفتن لب مرزهای ما برای ما جنگیدن، شهید شدن. اینا رو چرا ما فراموش کردیم؟ چرا هیچکی توی دنیا صدای فریاد مردم افغانستان رو نمیشنوه؟ وقتی ما تو خونمون توی جای امنمون توی موبایلمون نشستیم داریم قضاوتشون میکنیم، اونا فقط دنبال یه سرپناه امنن برای خودشون و زن و بچهشون. مردم عزیز افغانستان الان بیش از هر هزینه‌ای که بخواید برای عزاداری بکنید، که من دیدم ظاهرا اومدن هرچی پرچم و اینا برای عزاداری محرم و سفر بودم کندن توی افغانستان، به جایی که بیاید اونجا بخواید الان هزینه بکنید که بیان بکنن. این دوستانم که الان برگشتن دوباره به وطنتون وطن خودشون، لطفا این هزینه رو بدید به اینا. خیلی من این روزا پیام خیلی زیاد دارم. طرف بعد از 15 سال 20 سال 10 سال برگشته، یه خونه قبلا داشته، خونه کاملا مخروبه شده. متاسفانه حالا توی کابل الان این داستان